آرزوی ما این است که زودتر این ویروس گم شود. چینی تبارها طبق عنعنه در عرفه سال نو قمری از هر گوشه جهان به نزد والدین خود می روند و در عرفه عید با آرزوها برای یک سال دیگر طعامهای میراثی می پزند. این آموزگار چینی همراه عائله و شاگردان تاجیکش امسال در پیشواز سال نو توشپیره ها را با نیت محو شدن بیماری همهگیری کووید 19 می پیچاند. بیماری که سال پیش در وطنش پیدا شد و راه او را نیز برای برگشتن ببست. از رفتن ما خانواده امون خیلی ترس دارند که به بیماری گرفتار می شوند، زیرا تا به زادگاهمان توسط یک چند هواپیما می رویم که آنجا آدمان زیادند. باید بعد رفتن یک چند وقت باید کرانتین نشینیم که همراه کودکانمون خیلی اذیت می کشیم. اگر کرونا ویروس نمی بود ما حتما به جشنگیری سال نو به وطنمون می رفتیم. وانگ یو هانگ زاده شهر هاربین مرز چین و روسیه است و در دایره برنامه کانفوسی از دانشگاه دولتی مضافات تسینگداو به تاجیکستان آمده است. و سال 2018 کار را در مرکز کانفوسی شهر استقلال شروع کرده، حالا در مکتب پرزیدنتی شهر بوستان به طالب علمان زبان چینی می آموزد و همراه شوهر و فرزندش اینجا زندگی می کند. نیت و خواهش دارم که زیادتر اینجا باشم، زیرا تاجیکستان برای زندگی خوب خیلی جای موافق است و من همراه فرزند و شوهرم با ماهانه‌ام روزگار را به آسانی پیش میبریم. حالا قریب 3 سال است که اینجا کار میکنم و تلاش دارم شرطنامه‌ام را بیشتر تمدید کنم. سالهای قبلی در مرکز کانفوسی شهر بوستان بیشتر از 5 آموزگاران چینی کار میکردند، ولی حالا بنابر بسته بودن مرزها تنها مینگ سیانگکای در اینجا به خواهشمندان زبان چینی می آموزد و در 5 سال کارش اولین مراتبه نتوانست سال نو را خاطرمند تجلیل کند، ولی از آنکه در زمان پاندمی اینجا ماند خوشحال است. ما نمیتوانیم گوییم که این ویروس در چین پیدا شد، فقط اولین بیمار را در چین ثبت کردند. البته این ویروس حالا تمام کشورهای جهان را به تشویش آورده است، ولی میبینیم در تاجیکستان بسیار کم شده است و کار در اینجا بی خطر است. در گذشته بازار کلانترین شهر بوستان سامان را بازار چینی ها نام می بردند. بعد عوض شدن رهبری آن که چینی تبار بود، اکثر تاجران چینی مغازه هایشان را سپاریدند و به کشورشان برگشتند، ولی حالا نیز چندی از آنها اینجا به چکن فروشی مشغولند. سال گذشته چند هموطن ما که اینجا همراه کار میکردیم به چین رفته حالا نیز نمیتوانند بیایند و تجارتشان کساد شد. ما نیز با ترس آن که رفته برگشته آمده نمیتوانیم برای تجلیل سال نو نرفتیم. در شمال تاجیکستان شمار دقیق چینی تبارها معلوم نیست، ولی اکثرا در کارخانه‌های عظیم صنعتی کار و زندگی می‌کنند. برخی از آنها با عائله‌هایشان به اینجا آمدند و یا با زنان تاجیک ازدواج کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از ولایت سوخت.